همین لحظه در دروازه ناحیه زیبای سنگوار قرار داریم و من همچون سلام به سنگوار، همچون سلام به این وادی زیبا، همین شعر خود را که برای این ناحیه با الهام از زیبایی های این ناحیه، با الهام از خوبی های این ناحیه نوشتم، میخوانم. سیم باران در فضای سنگوار. سیم باران رشته های بسیار نازکی بارانی سفید اینجا هست که مثل سیم، مثل نقره. سیم باران در فضای سنگوار، پیر لنگر رهنمای سنگوار. تیری ارعر در کمانی رستمش، هر یک ارعری که در این کوه هست مثل تیری رستم. تیری ارعر در کمانی رستمش، کوهی مرمر متکای سنگوار، یعنی تکیهگاه سنگوار. ابتدایش گر بود حوضی کبود، این همینجا حوضی کبود. ابتدایش گر بود حوضی کبود، حوض کوثر انتهای سنگوار. در زمین باشد و یا در آسمان، اینقدر بالاست جای سنگوار. عارف و شیخ و شهید و اولیا، عارف و شیخ و شهید و اولیا خفته در هر خانقای سنگوار. هر دره، هر کوه، هر گردش میبینیم یک مزار شهید، اولیای شیخ، یک وادی مقدس. عارف و شیخ و شهید و اولیا خفته در هر خانقای سنگوار. برخی سرمستی ولی سبزپوش، درگهی مشکل کشای سنگوار. کاسه چینی شیرینی توت، کاسه چینی شیرینی توت، لهجه اهل زیای سنگوار. مهربان و مهربان و مهربان، مردمی رمزآشنای سنگوار. اینقدر مردم مهمان نواز، خانی کرم گسترده. برای همین میگم در مقام همت و خانی کرم، حاتمی تایی گدای سنگوار. طفل را شیر شجاعت میدهند مادرانی اولیای سنگوار. یعنی قدر مردم جسور با غیرت، چون که شیر جسارت میخورن از مادران پاک. طفل را شیر شجاعت میدهند مادرانی اولیای سنگوار. آب خنگابش به تجوید روان، تجوید یعنی یک نوع قرائتی منظمی قانونمندی زیبا است. آب خنگابش به تجوید روان، تا سحر خواند دعای سنگوار. وخش هم با اون همه پهناوری، سر گذارد پیش پای سنگوار. همین رود بزرگ وخش، رود مقدس وخش که قدر پهناور است، رفته امور رو تشکیل میکند، ابتداش اینجاست. بنابراین میگیم که وخش هم اگر از او سو نگاه کنی، سری وخش اینجاست. بنابراین وخش هم با اون همه پهناوری، سر گذارد پیش پای سنگوار. 101 درد را باشد دوا، چشمه آبی شفای سنگوار. خاک در پیش نظر زر می شود، من چه گویم در ثنای سنگوار. یعنی همین قدقدی دریای خنگاب، قدقدی رودهای اینجا میبینید مردم نشستن، از خاک، از ریگ طلا حاصل میکنن، از ریگ زر میگیرن، از خاک زر میگیرن. اون مسئله داریم که خاک را گیری زر شود، در اینجا ما او را در عمل میبینیم. بنابراین خاک را گیری اگر زر میشود، من چی گویم در ثنای سنگوار. وادی فرهنگ و ایمان و ادب، وادی فرهنگ و ایمان و ادب، در تبسم
کیمیای سنگوار، یعنی همه جا سلام، تبسم، احترام، روی کشوده، این یک کیمیایی است که هر مهمان رو مفتون میکند، هر گذرنده رو مفتون میکند. بنابراین میگیم که وادی فرهنگ و ایمان و ادب در تبسم کیمیای سنگوار، چون سپاسی مهربانی شما، چون سپاس مهربانی شما این غزل گفتم برای سنگوار.